سلام، چطورین؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. بریم با هم دیگه سراغ استیج دوم چمپیونشیپ و جوایز رسمیش بچه‌ها که خلاصه بعد کلی انتظار قراره که استیج دومش شروع بشه که توش CP های مجانی داره و جوایزی مثل اسکین ویوان هریس که خیلی هم جذاب هستش و کلی جوایز دیگه. بریم که مراحلش رو بهتون بگم چطوری میتونید دریافت کنید و خلاصه آموزشش رو بهتون بگم و کلی نکته های دیگر رو. سریعا بریم سراغ ویدیو که ببینید این مرحله چطوری است. اگر هم دوست داشتید که لایک و کامنت و اینجور چیزا یادتون نره. بچه‌ها بجز جوایزی که بهتون گفتم، یعنی همون اسکین ویوان هریس و CP اینا، البته کلی جوایز و گان و اینجور چیزای دیگه هم توش هستش که انصافا هم جوایزش خیلی خفنه و احتمالاً دیگه همتون هم تیمیاتون رو پیدا کردید و آماده هستید و ریجنا رو هم انتخاب کردید که بتونید توی استیج دوم شرکت کنید دیگه، چون که براتون یه دونه پست گذاشته بودم توی ویدیوی اولی که اومده بود از استیج اولش که شروع شده بود. یه پستی براتون گذاشته بودم توی تلگرام که لینکش هم تو کامنت اول براتون پین شده که میتونید جوین بشید توی تلگرام و هم تیمیاتون رو پیدا کنید که دیگه تایمی هم نمونده. حتما هم تیمیاتون رو پیدا کنید، ریجناتون هم انتخاب کنید و با هم دیگه هماهنگ بشید که آماده این استیج هم باشید که جوایزش خیلی خفنه. بچه‌ها بریم که حالا اون جوایزش رو با هم دیگه ببینیم و آموزش کاملش هم بهتون بگم. اما قبلش یه خبر عالی هم براتون دارم. یه تخفیف خیلی خفن و ویژه براتون گذاشتم روی آفر جدید بازی، یعنی آفر 160 و 120 CP که با قیمت حتی کمتر از 80 تا CP هم میتونید شما این مقدار CP یعنی 120 و 160 رو دریافت بکنید. بچه‌ها که آفرش خیلی خفن و پرطرفداره، کافیه که فقط از طریق لینک‌هایی هم که تو کامنت اول هست یه پیام برام بفرستید که فوراً هم براتون شارژ کنم و تخفیفش اصلا از دست ندید. حالا علاوه بر اون هر مقدار دیگه هم بخواید موجوده. بریم سراغ ویدیوی امروزمون که ببینید چطوری هستش. بچه‌ها قراره که از فردا استیج دوم چمپیونشیپ شروع بشه. میدونم کلی منتظر شدید که کی استیج دوم میاد که بتونید جوایز دیگه‌اش رو دریافت کنید. و اگر یادتون باشه بچه‌ها توی ویدیو قبلی هم بهتون گفته بودم که فقط بچه‌هایی میتونن توی استیج دوم یعنی مرحله دومش شرکت بکنن که توی مرحله اول ثبت نام کرده باشید، هم تیمیاتون هم پیدا کرده باشید و کاراتون رو توی همون استیج اول انجام داده باشید، وگرنه نمیتونید توی استیج دوم شرکت بکنید. بچه‌ها پس حواستون به این قضیه حتما باشه که فقط بچه‌هایی که توی استیج اول بودن میتونن بیان توی استیج دوم، که توی استیج اول هم یه حالت تکی و سولو داشتش با اسکین آرتری که خیلیاتون هم تونسته بودید دریافت کنید چون انصافا هم راحت بود. اما استیج دوم یه حالت اسکواد داره که اسکینش هم بچه‌ها خیلی جذابه دیگه. اسکین ویوان هستش که واقعا جذاب، علاوه بر اون مابقی جوایزش هم خفنه. اینم که پوستر رسمی اسکین ویوان هریس هستش بچه‌ها و جوایز دیگه‌ش هست، یعنی گان ریزر بک هستش که اپیک هم هستش، یه نایف هم جزء جوایزش هست به همراه CP و یعنی کلی CP دیگه که الان میریم جلوتر CP ها رو بهتون میگم و گان الکار. بچه‌ها کلا جوایزش انصافا خفن هستش. بچه‌ها توی مرحله دوم خب جوایزی مثل CP هم داره دیگه، یعنی از اولش همین بودش که قراره که CP ها رو شما از استیج دوم به بعد بتونید دریافت کنید و بهتون گفته بودن که برای اینکه توی این استیج بخواید وارد بشید شما باید از قبل هم تیمی هاتون رو پیدا کرده باشید، یعنی این کار رو باید از قبل انجام میدادید، ریجناتون رو باید هماهنگ میکردید، انتخاب میکردید، همتون باید ریجناتون یکی می بود، یه گروه یا تیم 5 نفره باید انتخاب میکردید که یکیشون یه حالت کمکی تور داشتش. بچه‌ها که حالا بهتون گفتم دیگه از طریق کامنت اول، لینکی که تو کامنت اول هستش میتونید برید هم تیمیاتون رو توی کانال تلگرام پیدا کنید و هماهنگی لازم رو انجام بدید که دیگه واقعا تایمی نمونده ازش که قرار این استیج از فردا شروع بشه. بچه‌ها دیگه گفتم این نکته رو حتما بهتون بگم. اما بریم سراغ این که ببینید چطوری میتونید CP ها رو دریافت کنید. برای اینکه بتونید CP ها رو دریافت کنید توی این مرحله شما باید جزء تیم‌های برتر باشید، یعنی تیم‌های برتر اون ریجنی که انتخاب می‌کنید که اگر جزء تیم برتر باشید میتونید 300 تا 380 تا CP طبق لیستی که داریم با هم دیگه می‌بینیم دریافت بکنید. حالا اگر تیم شما یعنی ریجن انتخابی تیم شما جزء 17 تا تیم برتر بخواد باشه یه چیزی بین 500 تا 1000 تا CP میتونید دریافت بکنید. اگر جزء 9 تا تیم برتر بخوایم باشیم بچه‌ها بین 1000 تا 5000 تا CP میتونید دریافت کنید. اگر توی یعنی بین 8 تا 3 تا تیم برتر بخواید باشید 3000 تا 10000 تا CP رو میتونید دریافت کنید. و در آخر هم اگر تیم شما جزء 3 تا تیم برتر بخواد باشه 5000 تا 12000 تا CP رو میتونید دریافت کنید که انصافاً خیلی خفنه.
پس این شد از جریان CP و بهتون گفتم مراحلش چطوریه. اگر جزء این تیم ها یعنی تیم های برتر بخواید باشید به این ترتیب میتونید CP ها رو دریافتش بکنید. اما جوایز دیگه‌اش مثل اسکین ویوان هریس بچه‌ها کافیه که برای دریافتش برید توی مولتی 30 دست پلی بدید و این اسکین رو دریافت کنید. دقیقاً مثل همون آرتری هم دقیقاً همینطوری بود بچه‌ها. اونم خیلیاتون دریافت کرده بود. اگر 20 دست بخواید پلی بدید گان رو دریافت می‌کنید. اگر 10 تا دست پلی بدید نایت رو می‌گیرید و اگر 5 تا دست بازی بخواید بکنید الکار رو می‌گیرید و علاوه اینکه کلی جوایز دیگه بچه‌ها. پس این شد یه سری کلیات که با هم دیگه دیدیم. باز استیج شروع شد. آموزش کامل‌ترش رو براتون می‌ذارم که اونقدر هم پیچیده نیستش. میتونید برید مراحل انجام بدید و دریافتش کنید. ولی مهم اینه که هم تیمی‌هاتون اوکی کرده باشید بچه‌ها. پس یادتون نره از طریق لینکی که تو کامنت اول هست هم تیمیاتون یعنی جوین تلگرام بشید که بتونید هم تیمیاتون رو پیدا کنید. که اینا هم که خواستید در قسمت هم آفر خفنم اصلا از دستش ندید. مرسی که این ویدیو رو دیدید. کلی دوستتون دارم. لایک و کامنت و سابسکرایب و اینا که یادتون نره. تا ویدیو بعدی فعلا.